دوستان گرامی هنوز ما در جزیره کیش هستیم و حالا من در اینجا در بالکونی که اینجا محض در مهمانخانه ما در اون اتاقی که ما اینجا ذخیره کرده بودیم هست ایستادم و گرد و رو همه بحر هستند. طبعا پشت سری من میبینید اینجا آخرین نقطه هست که زمین تمام می شود، یعنی از گرد و اطراف این مهمانخانه که ما اینجا آرلیا بوستون است ایستاده ایم زمین تمام می شود و دیگر بحر از هر دو طرف از تمام گوشه که شما میگردید اگر گردی مهمانخانه ما میگردید پس شما آخری زمین رو میبینید. برای رواج رونق این جزیره که بعد از شرمنشیخ و دبی در جای سوم ایستاد، حالا کارهای زیادی به انجام خواهند رسید. زمین‌های خالی ریگی که بیابان را پیش نظر می‌آورند خیلی زیاد هستند و مورد استفاده قرار نگرفتند. در دیگر حالت راه‌هایش خیلی خوب هم منفرد شدند و شب‌ها محض همین فروزنک‌هایی که از نور آفتاب قوه می‌گیرند شب را روشن می‌کنند. و یک معنای دیگر شهر خیلی زیبا ساخته شده است. طرح بیناها از همدیگر فرق میکنند و کوشش کردند که به حسن شهر حسن نظم کنند. قسم زیادی بیناها مهمانخانه هایی هستند که گردشگران یا خود سیاح‌ها را استقبال میکنند. هم نو هم کهنه و هم ساخته میشوند. ارزش مهمانخانه ها هم آنقدر بسیار نیست. مثلا 4 ستارگی برای 2 نفر $40. ارزش تاکسی هم دسترس است. از یک نقطه تا به یک نقطه دیگر همگی 100 تومان یا به $1 امریکایی برابر می شود. هنگام دورتر رفتن نرخ آن می افزاید و به 200 یا 300 تومان برابر می شود که معادل آن $3 است. نرخ سوزشواری ارزان است، یعنی آن همگی 3 سامانی را تشکیل می دهد و با $1 شما 4 لیتر سوزشواری خریده می توانید. روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای استراحتی در ایران است، اینجا سیاحان زیاد میشن برای دمگیری می آیند. خلیج فارس ما را باز برای دریا یا خود بحر دعوت میکند. برای به این کشتی سوار شدن شما $10 مبلغ صرف میکنید. دیگر کشتی ها رو هم میتوانید به اجاره گیرید. کیا بایدن یکی ما رو مهمون کنن همین اول خانواده عروس اینجا نشستن. دوامنوکی شنا در روی بحر 1 ساعت است. آب بحر مصفا است و مثل بلور. اصلا آبش خیلی تازه است و برای آبوزی موافق و آبش گرم هم هست. حرارتی از همه بلند در جزیره نظیر کیش از ماه می شروع می‌گردد و تا به 50 درجه گرمی خواهد رسید. خیلی باحالم. بذارید به افتخار مهمونای تاجیکستانی ما. مرسی. برید من سوالی که اینجوری شد یه موزیک چشم هزاران نفی به قلب تو ایام از رویاها حالا بیقراران چشم هزاران نفی به قلب تو ایام. مرسی انرژی ها. عاشق و سال بزیرم خدا رو خوش نمیم بدون ما میمیره.
دوستان گرامی حرارت آب تقریبا 20 درجه است. خیلی گرم و شفاف هم هست. اینجا ماهیچه های خورد هم شروع میکنن و این روزه که ما اینجا برای آبازی اومدیم به انجام میرسد و یک کیفیتی بدن اینجا ما وقتی خود پسی سر کردیم. خوب از روی سین سال گیم آدمان اخیرا از کودکان تا مردای بزرگ تا اونایی که پیرانسال هم هستند موسفید هم هستند در اینجا استراحت با فراغ خود رو میزنند. بیاید به همینجا یک جای استراحت بکنیم. برای شنا کردن در بحر یک جای مقرر شده است که با نام پلاژ یا خود پلاژ معروف است. پلاژ بانوان از مردها جداست و خیلی دور هم میباشد. مبلغ پلاژ آبازی یا خود پلاژ آبازی همگی 2 سومانی را تشکیل میدهد. وقتش به محدود است. اینجا میتوانید شما با نمودهای ورزش هم مثلا والیبال ساحلی مشغول شوید. چیز دیگری که شما میتوانید در اینجا استفاده برید این راه‌های تنابی یا خود راه‌های هوایی هست که با نام تلکابین مشهور است. این مبلغ برای رفتن و برگشتن است، زیرا از یک جانب این راه مغازه بزرگی میکه هست که محض این تلکابین ها با آنجا مسافران رو میبرند. شما مغازه رو میبینید، تماشا میکنید، خریداری هم میکنید و برمیگردید به جایی که نشسته بودید. از بالا زیبایی این خلیج باز هم بر اعلا می شود. خلیج فارس در حقیقت تماشاباب است و زیبا. هوایش هم تازه است و معتدل. لبی بحر حضور روح و جان است. تپش آن، صدای پرخروشش انسان را به اندیشه های نو وادار میکند. شام این روز ما به بندر خلیج کیش آمدیم. از اینجا کشتی ها به هر کجا می روند، اما مقصد ما چیزی دیگر بود. سیر کردن یا به معنای دیگر به کرویز رفتن. مسافران خیلی زیاد بودند، هم تاجیکستانی ها هم ایرانی ها که به استراحت به اینجا آمده بودند، هم مهمانان دیگر.
بلندتر که میشین آماده با هم بسره کنیم صدا قشنگ و صدا بالا اینک دوستان گرامی باز یک شب فرهنگی ما به پایان رسید و ما از اون کشتیه که در آن بودیم و بسیار ترانه های خوبی هم سراغیده شدند و یک طبع خوشی خود را اینجا جور کردیم. برنامه امروزه ما رو به پایان میرسونیم. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост. روز اولی سفر ما به جزیره کش با همین دیدن کورس به پایان رسید. دیگر برنامه های ما باز ادامه می‌یابند. از پی برنامه های ما باشید و از سفری که در جزیره کش داشتیم بهره‌ور شوید. خیر تا بازدید.